خب بالاخره امروز تصمیم گرفتم به صورت کاملا غیر رسمی بیام ویدیو بگیرم و یه سری اتفاقاتی که افتاده در چند سال اخیر مخصوصا بعد از مهاجرت رو توضیح بدم و تصمیم گرفتم که توی 3 پست مختلف این کار رو انجام بدم که تایتلاش مشخص باشه که دارم در مورد چی صحبت میکنم. و اولین ویدیو اختصاص پیدا میکنه به خودم، اینکه من کیم، چیکار کردم برای کسایی که از قبل منو نمیشناسن و تو این چند سال اخیر با من دوست شدن بیشتر. یه بک‌گراند خیلی کوچیکی از خودم بگم که من همونطور که میدونید اسمم نازنینه، ولی توی کانادا چون یکم سخت نازنین تلفظ کردن و نازی، خب اینجا خیلی آلمانی هم وجود داره، آدما عادت کردن که به من بگن ناز، برای همین اسم پیجم نازه. اسمم نازنینه. توی ایران هنر خوندم، البته اول معماری خوندم، بعد از یه مدت فهمیدم که اوکی خب خیلی فیلد من نیست، حداقل تو ایران، برای همین رشته‌ام رو تغییر دادم، هنر خوندم. توی دانشگاه طراحی و چاپ پارچه خوندم که این جنرال تکستایل دیزاین، هر دیزاینی که توی پترن اتفاق میفته رو توی دانشگاه یاد گرفتیم. بعد از اون یه اولین کارخونه که شروع به کار کردم، یکی از بزرگترین کارخونه های پارچه ایران، کارخونه چیتساز بود که من اونجا طراح پارچه های پیرهن مردونش بودم که تجربه خیلی باحالی بود، ولی خیلی کوتاه بود اونجا موندم. بعد از اون یکی از استادای عزیزم من رو معرفی کردم به 2 تاجر ایرانی که کار پارچه انجام میدادن، تجارت‌های زیادی می‌کردن. یکی از تجارت‌هاشون پرده بود و پرده‌هایی که معمولا از ترکیه و ایتالیا میومد و خب من خیلی دوست داشتم که برم یاد بگیرم و طبیعتاً چون توی ایران کسی این کار رو نمی‌کرد، اینها از صفر با من شروع کردن، من رو فرستادن ترکیه، یه چیزایی رو یاد گرفتم و تا چند سالی که ایران بودم، یعنی تا سال 98، اول طراح اون کمپانی بودم و بعد شدم مدیر بخش طراحیش که خب توی اون 2 سال اخیر خیلی علاقه پیدا کردم کلا به فیلد مدیریت و کارهای سازمانی. حالا اگر نگیم مدیریت یا پوزیشن خاص بهش ندیم، به کارهای سازمانی که تا حالا تجربهش اونقدر نداشتم خیلی علاقه پیدا کردم. و توی یکی از کلاس زبانایی که میرفتم یه دوست عزیزی پیدا کردم که اون به من کلا MBA رو معرفی کرد و گفت خصوصیت اخلاقیت میخوره، مثلا برو دوره هاشو ببین، ممکنه به دردت بخوره. و رفتم شهید بهشتی، امتحانش رو دادم، قبول شدم، ولی تو همین حین طبق معمول پدرم رأیم رو زد که خب تو این رو میتونی بری بیرون یاد بگیری، مثلا به صورت آزاد هر مؤسسه‌ای بری یا آنلاین یادش بگیری، سلف استادی کنی و بهتره که بری ارشد رشته خودت رو بخونی. و خب یه 2-3 سالی طول کشید که من کلنجار برم با خودم ببینم میخوام رشته جدید رو بخونم یا رشته خودم رو، و شروع کردم به کنکور دادن. داشتم آماده می شدم برای کنکور که ارشد طراحی پارچه بخونم تهران، همزمان که زبانم رو دوباره شروع کرده بودم و میدونستم که خیلی به زودی قراره که ازش استفاده بکنم. و دقیقا روزی که کنکور امتحان عملیم رو دادم، با امین همسرم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدم که ایران درس خوندن خیلی فایده ای نداشت برای من، چیزی اضافه نمیکرد مگر اینکه میخواستم برم یه حالت آکادمیک ادامهش بدم، استاد دانشگاه بشم، وگرنه برای چیزایی که تو ذهن من بود خب طبیعتا نمیتونستم تو ایران کاری بکنم. و اینجوری شد که پلن این رو چیدیم که از ایران بیایم و من شروع کردم برای آیلتس خوندن، امتحان زبان بدم، مدرکش خب برای اپلای کردن دانشگاه به دردم میخورد و اینجوری شد که پلن مهاجرت تو ذهن ما استارتش خورد. و اینکه چرا من حالا بیزنس خوندم اینجا، خب زمینش تو ایران برام پیش اومده بود و بعد هم سرچ که کردم بهم گفتن دانشگاه‌های کانادا رشته‌های مدیریتی رو خیلی راحت‌تر میگیره و خب من چون کورسایی که تو دانشگاه، امتحان‌هایی که توی دانشگاه داشتم در مورد بیزنس بود رو هر جفتش رو بالای 19 شده بودم و این خب خیلی قانع کننده بود که چرا من میخوام برم و بیزنس بخونم و از اون برم خب کورسایی که گذرونده بودم تونست اینجا قانع کنه دانشگاه. خلاصه ما مهاجرت کردیم، اومدیم اینجا، من شروع کردم درس خوندن، اوایل کووید بود و
ما عملا هیچی نفهمیدیم تا 9 ماه اینطورا، ما اصلا هیچی از مهاجرتمون نفهمیدیم، به خاطر اینکه همش تو خونه بودیم، لاکداون بود، کار نمیتونستیم بکنیم، دانشگاه ها آنلاین شده بودن، من خیلی کامیونیکیشنی نداشتم با دانشگاه و دوره‌های خیلی سختی بود. اینقدر سخت بود که ما برای اینکه بتونیم از پسش بر بیایم مجبور شدیم که سرگرم کنیم خودمون رو با چیزایی که بیشتر بهش علاقه داشتیم یا قرار بود تو مسیرمون قرار بگیره. که من شروع کردم سرچ کردن که خب اوکی، فرض میکنیم من الان درسم تموم شده و میخوام شروع به کار بکنم، چه رشته‌ای برام بهتره؟ تو کانادا چه کاری هست برای من که درآمدزا باشه؟ چون طبیعتا من نیومده بودم اینجا که حالا بخوام شروع کنم برم وارد بازار کار بشم، آیا بشه آیا نشه. میخواستم یه مسیر درست رو برای خودم بچینم. و یه عزیزی، یکی از دوستای امین اینجا با من خیلی صحبت کرد، خودش توی دنیای مالی بود، کار مالی میکرد و به من گفتش که اگر تو بیزنس رو بدونی و در کنارش صنعت مالی رو هم یاد بگیری، در کل بدونی چه اتفاقی میفته، تقریبا توی همه کارها، توی همه بیزنس ها میتونن ازت کمک بگیرن. و به هم یه سری کورس رو معرفی کرد. طبیعتا خب چیز راحتی برای من نبود، هنوز زبانم انقدر قوی نشده بود، همینجوریش بیزنس خوندن خودش یه فیلد خیلی سخت بود، در کنارش باید فایننس هم شروع میکردم. ولی خب بالاخره از اونجایی که آدما وقتی مهاجرت میکنن روی یه دور تندی میفتن که حالا باید همه چیز رو با سرعت بیشتری یاد بگیرم، تو اون لحظه خیلی متوجهش نمیشن که دارن چقدر قدمای بزرگی برمیدارن، فقط میخوان که اون کارا رو انجام بدن. و اینجوری شد که من سرتیفیکیت ها رو گرفتم و در نهایت رفتم برای امتحان لایسنسینگ که اینجا بشم فاینانشال ادوایزر. و طبیعتا به عنوان یک فاینانشال ادوایزر که اگر توی ایران فکر میکنم مشاور مالی داشته باشیم، نه به شکل اینجا ولی خب طبیعتا دارن، مخصوصا شرکت های بیمه اینجا یکم متفاوت تره. زمانی که شما مشاور مالی میشید میتونید بدون اینکه وابسته به شرکت خاصی باشین یا جای استخدام بشین خودتون این کار رو انجام بدین به عنوان مشاور. فقط سختیش همون مارکتینگ اولش هست که خودتون رو به آدم ها معرفی کنید، اون تراسته رو به وجود بیارید و همه چیزهایی که دیگه میدونیم برای شروع یک کاری که برای خود آدم باشه. و من دوست داشتم این چالنجر رو به خاطر اینکه اول ویکتوریا بودیم، 2 سال اولی که ویکتوریا بودیم خب طبیعتا دوستای ما بیشتر خارجی‌ها و انگلیسی زبون‌ها بودن و این برای من یه محرک خوبی میشد که زبانم رو آروم آروم خوب کنم. و بعد از اینکه اومدیم ونکوور به این نتیجه رسیدیم که خب اوکی، من الان کامیونیتی خیلی زیادی ندارم و جدا از اون خب نیاز به پول داشتیم، بعد درآمد روزانه‌مون رو میگذروندیم تا من کم کم توی این بیزنس بیام خودم رو بشناسم، بدونم چجوری خودم پرزنت کنم، با آدم ها چجوری ارتباط بگیرم. و اینجوری شد که دانشی که توی این چند سال داشتم تو پروسه مهاجرت رو رفتم برای یک شرکت مهاجرتی پرزنت کردم، گفتم من این کارا رو خودم انجام دادم، بعد از اینکه اومدم توی خاک کانادا این کارا رو دوباره خودم برای خودم انجام دادم. و طبیعتا وقتی یه دانش اولیه‌ای داشته باشید بقیه‌اش دیگه خیلی کار سختی نیست. و اینجوری شد که من به عنوان ادمین آفیس که یه پوزیشنی هست، همه کارهای اداری تقریبا این پوزیشن این کارها رو انجام میده و یه جورایی کوردینیت میکنه بین بقیه سکشن های اون ارگانیزیشن. و بر من خیلی شرایط خوبی بود که بتونم زبانم رو خوب کنم، مهارت هایی که اینجا نیاز داشتن رو به دست بیارم و مهمتر از همه این که ورک اکسپریانس یا همون تجربه کاری پیدا بکنم. و بعد دوباره یه شرکت مهاجرتی دیگه و این دفعه پوزیشنم بهتر شد، تغییر کرد و شدم کیس منیجر، چون دیگه تقریبا همه پروسس ها رو بلد بودم. و شرکت دومی که رفتم خب طبیعتا خیلی بیشتر یاد گرفتم چون تجربه‌ام بیشتر شده بود. ولی باز به این نتیجه رسیدم که من نهایت کاری که میخوام بکنم مهاجرت نیست و اینکه یاد گرفتم خیلی خوبه، چون میتونم حداقل با آدم‌هایی که میشناسمشون تو دایره دوستام خانواده‌ام هستن براشون کار انجام بدم. و طبیعتا به عنوان داشتن یک مهارت همیشه یادگیری هر چیز جدیدی یه ارزشی محسوب میشه. ولی به هر حال مسیر من نبود و این اتفاقها، این پروسه تا جولای سال 2024 ادامه پیدا کرد که من اصلا ببینم چی کار میخوام بکنم، خودم رو پیدا کنم، بفهمم توی کانادا چه چیزی جذابه. و
از تقریبا جولای 2024 من مسیری که شروع کرده بودم برام خیلی واضح تر شد. تکلیفم با خودم خیلی بیشتر معلوم بود که چی میخوام. کامیونیتی هایی که نیاز داشتم بهشون وصل بشم، بشناسمشون، اونها به من وصل بشن و بتونیم با هم دیگه همکاری کنیم رو پیدا کرده بودم و اینجوری شد که ما اولین استارتاپ خودمون رو راه انداختیم که این رو توی ویدیوی بعدی کامل براتون توضیح